رایج‌ترین، متداول‌ترین و قدیمی‌ترین روشی که برای ضد عفونی استفاده میشه استفاده از کلوره. کلور وقتی داخل آب حل میشه یک ماده به نام هیپوکلور اسید تولید میکنه که ضد عفونی کننده خیلی قویه. برای ضد عفونی آب بهداشتی باید همیشه حواستون باشه که از کلور مناسب استفاده بکنید. شما از کلور مایع هیپوکلوریت سدیم یا کلور جامد یعنی کلور پودری یا کلور قرصی که فرمول هیپوکلوریت کلسیم داره برای ضد عفونی آب بهداشتی باید استفاده بکنید. یه سری قرص و پودرهای کلور هستن که اسید سیانوریک دارن به عنوان تثبیت کننده که توی استخرها بیشتر استفاده میشه که موندگاریشو جلوی نور خورشید بیشتر بکنه. اون کلورها برای استخر، برای ضد عفونی آب بهداشتی مناسب نیست. پس حواستون باشه که از کلور مناسب استفاده بکنید. و نکته بعد اینه هم کلور هم هر ماده ضد عفونی کننده دیگه ای که به آب تزریق میشه برای اینکه اثر بخشی لازم رو داشته باشه این اثر بخشی تابع دو تا پارامتره. یکی غلظت ماده ضد عفونی کننده است و یکی مدت زمانی که این ماده با آب در تماسه. کلور هم از این قاعده مستثنا نیست. وقتی کلور به آب زده میشه ما یک مدت زمانی رو میخوایم که این کلور با میکروب کاملا در تماس باشه و میکروب کشی درست انجام بشه. بنابراین همیشه وقتی ما کلور رو تزریق میکنیم نیاز به یک مخزن داریم که توی این مخزن زمان ماند لازم برای ضد عفونی ایجاد بشه و میکروب کشی درست انجام بشه. اصولی ترین روش تزریق محلول پودر کلور یا کلور مایع برای ضد عفونی آب استفاده از پمپ‌های تزریق. شما باید کلور مایع یا محلولی که با پودر کلور درست کردید رو به وسیله پمپ تزریق تو خط ورودی مخزنتون تزریق بکنید و توی مخزن زمان مانده لازم برای ضد عفونی ایجاد بشه و بعد آبو استفاده بکنید. پمپ‌های تزریق دستگاهی هستن که میتونن یک مایع رو به صورت پیوسته و محدود توی یک خط تزریق بکنن. شما کافیه کلور مایع رو یا محلولی که با پودر کلور درست کردید رو زیر خطتون قرار بدید، سوپاپ مکش پمپ تزریق رو داخل اون مخزن بذارید و اینجکشن والو پمپ تزریق رو توی خط تزریق بکنید. پمپ‌های تزریق ظرفیتشون بر اساس لیتر بر ساعت تزریقه. همینطور غیر از ظرفیت تزریق فشار کاریشون هم تعیین کننده است. به عنوان مثال وقتی میگن یک پمپ تزریق 5 لیتر بر ساعت با فشار 7 بار یعنی حد اکثر 5 لیتر بر ساعت و حد اکثر 7 بار فشار رو میتونه تزریق بکنه. البته پمپ‌های تزریق هم مثل همه پمپ‌ها یک منحنی داره که این اعداد تو نقاط عملکرد مختلف تغییر میکنه. بعضیا روش‌های دیگه‌ای هم برای تزریق کلور استفاده میکنن. مثلا میان توی مخزن به صورت دستی کلور میزنن یا از کلورزن خطی استفاده میکنن و قرص کلور داخلش میندازن. هیچ کدوم از اون روش‌ها دقت کار پمپ تزریق رو نداره. پس روش اصولیش پمپ تزریقه. اما به هر صورت سوالی که پیش میاد اینه که ما اگر کلور به آب میزنیم چقدر باید بزنیم؟ ببینید شما با هر روشی کلور به آب اضافه میکنید باید توی نقطه مصرف یعنی جایی که شما شیر آب رو باز میکنید و میخواین آب رو استفاده بکنید بین 0.2 تا نیم پی پی ام کلور آزاد داشته باشید. این مقدار کلور نشون میده که دیگه احتمال وجود آلودگی توی آب شما بسیار پایینه و مقداری است که کلور هم مضر نیست. پس بنابراین این مقدار رو با سعی و خطا از هر روشی که استفاده میکنید در میارید و دستگاهتون رو همین پارامتر تنظیم میکنید. خب شما اینجا دیاگرام سیستم تزریق کلور برای ضد عفونی آب رو مشاهده میکنید که چند تا نکته توش قابل توجهه. اولا همونجوری که گفتم یک مخزن ذخیره دارید. قبل از مخزن توی خط ورودی مخزن با دوزینگ پمپ یا همون پمپ تزریق دارید کلور رو تزریق میکنید و بعد از مخزن با پمپ میره برای استفاده. شما روشن و خاموش شدن پمپ تزریقتون رو میتونید با پمپ آب چاه یا یک فلو سویچ قبل از نقطه تزریق با هم هماهنگ بکنید که هر موقع جریان آب برقرار میشه و میخواد بره داخل مخزن همون موقع پمپ تزریق روشن بشه و کلور رو تزریق بکنه.
نکته بعد اینه که کلور علاوه بر ضد عفونی چون خاصیت اکسید کنندگی داره، اون آبی که وارد مخزن میشه اگر فلزات محلول مثل آهن و منگنز هم داخلش باشه، وقتی کلور بهش میخوره اکسید میشه، تبدیل میشه به حالت نامحلول و کدورت آب میره بالا. بنابراین بعدش شما حداقل یک دونه فیلتر میکرونی نیاز دارید که این ذرات اکسید رو از آب جدا بکنه و آب کاملا شفاف بشه. البته اگر مقدار آهن آب یا فلزات محلول دیگه زیاد باشه و کدورت خیلی بره بالا، شما احتمالاً یه فیلتر شنی یا مولتی مدیا هم قبل از این فیلتر میکرونی باید قرار بدید که تمام لود آلودگی روی فیلتر میکرونی نیفته. نکته دیگه این هستش که کلور به هر صورت ممکنه زمانه زیاد تزریق بشه و تو آب زیاد باشه. کلور اضافه باید قبل از استفاده از آب حذف بشه که مشکلات ناشی از کلور اضافه رو هم برای سلامتی هم برای آسیبی که ممکنه به پوست و مو و چشم وارد بکنه از بین بره. بهترین روشش هم استفاده از یک فیلتر کربن اکتیوه که شما توی مخزن FRP میتونید بریزید. اینجام تو شکل نشون داده شده بعد از فیلتر میکرونی. کربن اکتیو به خاطر اون جذب سطحی زیادی که داره بهترین روش برای حذف کلور اضافه است که همونجور که شما توی شکل میبینید میتونید بعد از فیلتر میکرونی قرار بدید و بعد دیگه با خیال راحت یک آبی که کلورش کنترل شده رو استفاده بکنید. کلور زنی یه سری مزیت داره. اولا روش به نسبت ارزون قیمتیه، مخصوصا تو اشلای بالا مثل تصفیه خونه ها کماکان از نظر اقتصادی مقرون به صرف است و روش ارزون تری محسوب میشه. البته تو اشلای کوچیک شاید خیلی این ما به تفاوت نشون نده خودش رو، ولی توی اسکیلای بالا چرا. نکته دیگه این هستش که کلور موندگاری زیادی توی آب داره، یعنی جاهایی که شما بین نقطه تزریق و جایی که میخواین آب استفاده بکنید فاصله است، کلور چون دیر از آب حذف میشه این حسن داره که از ورود آلودگی ثانویه جلوگیری میکنه. شما هر جا که کلور میزنید تو نقطه‌ای که استفاده میکنید همون 0.2 تا نیم ppm کلور آزاد رو که داشته باشید نشون دهنده سلامت آب و میتونید راحت ازش استفاده بکنید. نکته دیگه همین هست که کلور از نظر سنجش مقداری که توی آب داره ساده این کار انجام میشه، یعنی شما با یه تسکیت کلور هر موقع بخواین کلور رو بسنجید میتونید مقدار کلور آزاد توی آب رو مشخص بکنید. دلیل اینم که خیلی از جاهایی که جمعیت نظارتی دارن مثل سازمان بهداشت میاد برای رستورانایی که از آب شاه استفاده میکنن برای ضد عفونی فقط کلور زنی رو تایید میکنه، همین هستش که اونا با یه تسکیت میتونن مقدار کلور رو توی آب مصرفی شناسایی بکنن. این یه دلیلش. نکته بعد اینه که کلور خیلی خوب توی آب حل میشه. شما هر مقدار کلور رو، پودر کلور رو توی آب بریزید همش حل میشه. من حالا میرسم توی سیستم اوزون. یکی از مشکلاتی که ما با اوزون داریم علیرغم مزیت‌های خیلی خوبی که داره اینه که ما همیشه یه مقدار اوزون حل نشده رو توی آب از دست میدیم و پرت داریم، اما کلور کاملا توی آب حل میشه. مزیت دیگه کلور اینه که غیر از ضد عفونی اکسید کننده است، یعنی شما برای حذف بو، حذف فلزات محلول مثل آهن و منگنز هم از کلور میتونید استفاده بکنید و بعدش با فیلتر کردن همه مواد رو از آب جدا بکنید. کلور در عین داشتن مزایایی که بهتون گفتم یه سری محدودیت داره. خب اولا کلور خودش طعم و بوی نامناسبی به آب میده، مخصوصا اگر زیاد زده بشه که حتما باید کنترل بشه. با همون فیلتر کربن اکتیو که توی دیاگرام نشون دادیم باید کلور اضافی از آب حذف بشه. نکته بعد اینه که شما وقتی از کلور زنی استفاده میکنید همیشه نیاز به تأمین کلور دارید، یعنی هزینه نگهداری شما بالاست. شما دائما باید کلور مایع یا پودر کلور بگیرید، محلولش رو درست بکنید، به آب هی اضافه بکنید و این در روال نگهداریتون باید تکرار بشه. پس هزینه نگهداری یه مقدار بالاست. ایراد دیگه اینه که کلور یه مواد جانبی مضری توی آب تولید میکنه، از جمله تریهالومتان ها یا هالوئیک اسید ها که اینا توی طولانی مدت برای سلامتی مضرن، که این نکته رو هم باید در نظر گرفت. و اینکه کلور برای تجهیزات فلزی خورندگی بالایی داره و جایی که غلظت کلور بالاست تو مسیر انتقال آب میتونه این مشکل رو به وجود بیاره.